13 تا تصمیمی که باید برای خودمون بگیریم. پارت 3. به چیزی که هستی افتخار کن. تو این جهان بزرگ ما آدم‌های زیادی رو می‌بینیم، داستان‌های زیادی رو می‌شنویم که افراد از یک وضعیت بسیار سخت، شرایط سخت، با تلاش و پشتکار فراوان به جای خیلی بالا رسیدن، به ثروت عظیم دست پیدا کردن و خیلی موفق شدن. اما آیا واقعا همه ماجرا همینه؟ درسته که با تلاش و پشتکار میشه به موفقیت رسید و تنبلی و عدم صلاحیت در نقطه مقابل اون قرار دارن و باعث فقر میشن، اما در جهانی که ما زندگی میکنیم عوامل خیلی زیاد دیگه هم تاثیر دارن، عواملی که ممکنه اصلا به توانایی شما ربطی نداشته باشن، مثل ثروت پدری، خانواده‌ای که درش به دنیا میاین، کشوری که درش به دنیا میاین و خیلی از این چیزها که به شما هیچ ربطی نداره اما در آینده شما تاثیر خیلی مستقیمی میذاره. پس اگه شما شرافتمندانه کار میکنید و تلاش میکنید اما هنوز فقیرید و به اون درجه از موفقیت که میخواستید نرسیدید، من ازتون خواهش میکنم به چیزی که هستید افتخار کنید، چون در این جهانی که ما داریم درونش زندگی میکنیم هم میشه ثروتی شرم‌آور داشت و هم میشه فقری شرافتمندانه داشت. توی پارتای بعدی میبینمتون.